سلام، من سمانم، 34 سالمه و 4 ماهه که اومدم هلند. ما 1 سال پیش من و همسرم تصمیم گرفتیم که همه زندگیمون رو در شهر تهران جمع کنیم و مهاجرت کنیم به شهر شیراز. اما یک سری مشکلاتی برامون پیش اومد توی این راه که تصمیم گرفتیم که اگر ما میخوایم مهاجرت کنیم چرا به یک کشور دیگه مهاجرت نکنیم. و این شد که بعد از تصمیم من 2 ماه بعدش من نمره تافل 97 رو گرفتم و 3 ماه بعد از تصمیمم پذیرش از دانشگاه لایدن در کشور هلند که یکی از بهترین دانشگاه‌های این کشور هست رو تونستم بگیرم. من تصمیم گرفتم که این کانال رو راه بندازم و قدم به قدم برای دوستانی که میخوان توی این راه قدم بذارن توضیح بدم که چجور توی 2 ماه درس خوندن با سطح متوسط زبان انگلیسی تونستم نمره تافل 97 بگیرم با اسپیکینگ بسیار ضعیف و اینکه چطور تونستم پذیرش بگیرم از دانشگاه لایدن. من اینجا دوستی داشتم که 1 سال قبل از من اومد. این دوست به من راهنمایی‌های خیلی خوبی داد که از طریق این راهنمایی‌ها من تونستم پذیرش دانشگاهمو بگیرم. در صورتی که اگه میخواستم اینها رو بسپرم به یک وکیل هزینه بسیار زیادی باید پرداخت میکردم، اما خوشبختانه تونستم خودم این مراحل رو انجام بدم و الان که انجام دادم میتونم بهتون بگم که اصلا کار سختی نیست و خودتون از پس این کار برمیایید و من اینجام که بهتون بگم برای اقدام برای ویزای تحصیلی در کشورهای اروپایی و به خصوص هلند چه کارها باید بکنین، هزینه هاش به چه صورت هست و چه سختی هایی داره اینجا، چه مشکلاتی هست و آیا ارزشش رو داره این سختی ها رو شما تحمل کنید و بگم که این خوبی ها و بدی ها آیا ارزشش رو داره که توی این راه قدم بگذارید یا نه. ما توی ایران بیزینس خودمون رو داشتیم، از نظر اقتصادی مشکلی نداشتیم، منتها اون شرایط سخت و استرسی که هر روز ما تجربه می کردیم، اینکه هیچ تضمینی نبود برای 2 ماه آینده، 3 ماه آینده، 1 سال آینده، من دیگه نمیتونستم اون بار استرس رو تحمل کنم و تصمیم گرفتم که بیخیال هر چیزی که اونجا ساختیم بشیم و جای دیگری زندگیمون رو بسازیم. اما مطمئنا این برای هر کسی یا هر ایرانی به نظر من کارساز نیست و باید شرایطتون رو بسنجین، شخصیتتون رو ببینید که آیا شما آدم این مهاجرت هستین یا نه. که من اینجا سعی میکنم از تمام شرایط و سختی ها و البته خوبی هاش بگم. سعی میکنم که نشونتون بدم که اینجا چه شرایطی هست، فروشگاه ها و زندگی به چه صورت هست، ولی خیلی واقع گرایانه، اینکه فقط هر چیزی که خوب هست و خیلی شیک هست رو بهتون نشون بدم. تمام سختی ها رو بهتون میگم، ولی چون الان دقیقاً تایمی هست که اگر شما میخواین برای سال آینده اقدام کنید باید از الان شروع کنید. الان زمان خیلی خوبیه، دقیقاً من همین زمان بود که شروع کردم. پس ما از ابتدا پیش میریم، اول با تافل و زبان خوندن میریم جلو و بعد مراحل اقدام برای اپلیکیشن دانشگاه و کم کم جلو میریم. این اولین ویدیوی من توی این کاناله و من از شما میخوام اگر فکر میکنید که این ویدیو برای شما مفیده و یا دوستی دارین که به فکر مهاجرت هست، ممنون میشم که این ویدیو رو براش بفرستید، کانال من رو سابسکرایب کنید. این میتونه به من انرژی بده که هرچه زودتر ویدیوها رو ضبط کنم و آپلود کنم.